خلاصه کوتاه از کتاب اینترنت دو مغز ما چه می‌کند نوشته نیکولاس کار از نشر گمان و با عنوان اصلی کم‌عمق‌ها. خود عنوان این کتاب داره یه سری سرنخ‌ها از خود کتاب بهمون میده، اما اصاره و حرف اصلی این کتاب اینه که افراد استفاده کننده از اینترنت دچار کم عمقی و سطحی نگری شدن. از چند دیدگاه به این نتیجه میرسه که من 2 تا از مهمترینش رو بهتون میگم. یه دونش اینه که از دیدگاه نوروساینس به این موضوع میرسه، میگه که نورون‌های ما ثابت و ایستا نیستن و در برابر دیتاهای ورودی و ابزارهایی که استفاده میکنیم تغییر میکنن. و موضوع دوم اینه که توجه ما به مرور زمان داره کمتر و کمتر میشه. اون کتاب خونی رو به صورت خطی میبینه، اما مقاله خوندن درون اینترنت رو به دلیل از یک مقاله به مقاله دیگه رفتن و وجود لینک ها و کلیک کردن روی اونها، خب اینو یه خورده مسئله متفاوت تر میبینه. اما مسئله خورده از این پیچیده تره، یعنی در مقابل آقای نیکولاس کار یه جبهه دیگه وجود داره، آدمای خیلی بزرگی شبیه استیون پینکر که میگن آقای کار یه خورده پنیک شده نسبت به این موضوع، حساس تره. ولی ما هم از سمتی میدونیم که خب زمانی که دیتاهای ورودی سیستم خیلی بیشتر میشن، فرصت فکر کردن و تجزیه و تحلیل وجود نداره، اما کمتر فکر میکنیم و این موضوع خیلی موضوع عمیق و فلسفیه الان. ولی این کتاب یک ورود خوب به این حوزه و فکر کردن در مورد این موضوع است. خلاصه کوتاه از کتاب اینترنت دو مغز ما چه می‌کند نوشته نیکولاس کار از نشر گمان و با عنوان اصلی کم‌عمق‌ها. خود عنوان این کتاب داره یه سری سرنخ‌ها از خود کتاب بهمون میده، اما اصاره و حرف اصلی این کتاب اینه که افراد استفاده کننده از اینترنت دچار کم عمقی و سطحی نگری شدن. از چند دیدگاه به این نتیجه میرسه که من 2 تا از مهمترینش رو بهتون میگم. یه دونش اینه که از دیدگاه نوروساینس به این موضوع میرسه، میگه که نورون‌های ما ثابت و ایستا نیستن و در برابر دیتاهای ورودی و ابزارهایی که استفاده میکنیم تغییر میکنن. و موضوع دوم اینه که توجه ما به مرور زمان داره کمتر و کمتر میشه. اون کتاب خونی رو به صورت خطی میبینه، اما مقاله خوندن درون اینترنت رو به دلیل از یک مقاله به مقاله دیگه رفتن و وجود لینک ها و کلیک کردن روی اونها، خب اینو یه خورده مسئله متفاوت تر میبینه. اما مسئله خورده